سیستم قدرتمند آرسام مجهز به تصویر و اسکن شده. باکس بالایی که میبینید برای تصویر برداریه. این باکس به صورت مستقل تنظیمات ادیت و ترشولد سطح و حجم رو داره. کلید آن و آفش مجزاست، یعنی قسمت تصویری سیستم جدا شده و همینطور سنسورهای اولتراسونیک، مادون قرمز و نوری حراتی و مجهز به 2 تا کوئل کربنیه. این کوئل های کربنی وظیفه‌شون حذف سلف منفی زمین و پایین آوردن فشار مغناطیسه. به همین راحتی با یک دستگاه قدرتمند فرکانسی راداری میتونی از اهداف فلزی و سازه ها تصویر برداری کنی. هر سازه‌ای، هر فلزی عدد ویدیوهای خاص خودش رو داره. به این میگن یک سیستم قدرتمند فرکانسی راداری.